سلام بچه‌ها، امروز قراره به یه موضوع داغ و جذاب بپردازیم. دعوای پنهان بین ایران و اسرائیل. شاید بپرسید چرا این دو کشور تا این حد با هم دشمنی دارن. واقعیت اینه که این داستان خیلی پیچیده‌تر و هیجان انگیزتر از اون چیزیه که فکرشو می‌کنید. با من بمونید تا پرده از رازهایی برداریم که کمتر کسی از اونها خبر داره. می‌خوایم ببینیم چطور این دو کشور به هم نزدیک شدن. چرا از هم دور شدن و چه آینده‌ای در انتظارشونه. داستان دشمنی بین ایران و اسرائیل به قبل از انقلاب اسلامی ایران برمیگرده. وقتی که اسرائیل در سال 1948 تأسیس شد، منطقه خاورمیانه شاهد تغییرات بزرگی بود. در اون زمان ایران و اسرائیل رابطه خوبی با هم داشتن و حتی همکاری‌های نظامی و اقتصادی بینشون جریان داشت. دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت همکاری می‌کردند. اما با وقوع انقلاب 1979 در ایران همه چیز تغییر کرد. انقلاب اسلامی در ایران یک نقطه عطف بود. با روی کار اومدن حکومت جدید، سیاست خارجی ایران به کلی تغییر کرد و شعارهای ضد اسرائیلی به یکی از اصول اساسی این حکومت تبدیل شد. از اون زمان ایران به حمایت از گروه‌هایی مثل حزب الله لبنان و حماس در فلسطین پرداخته که به صورت علنی علیه اسرائیل فعالیت می‌کنند. اما چرا این دو کشور تا این حد با هم دشمنی دارن؟ یکی از دلایل اصلی تضاد در سیاست‌های منطقه‌ایشون هست. ایران و اسرائیل هر دو میخوان نفوذ خودشون رو در خاورمیانه گسترش بدن و این به طور طبیعی اونا رو در تقابل با هم قرار میده. از یک طرف اسرائیل معتقده که برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی جدی برای امنیتش محسوب میشه. از طرف دیگه ایران اسرائیل رو به عنوان یک تهدید برای مسلمان‌های منطقه می‌بینه. در طول سال‌های گذشته تنش‌ها به ویژه در سوریه شدت گرفته. هر دو کشور در سوریه درگیر جنگ نیابتی هستند و اسرائیل به طور مداوم به پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه حمله می‌کنه. این درگیری‌ها نشون میده که چطور این دو کشور از تمام ابزارها برای تضعیف همدیگه استفاده می‌کنن. اما این جنگ فقط به میادین نظامی محدود نمیشه. دنیای امروز شاهد جنگ‌های سایبری و اطلاعاتی هم هست. یکی از معروفترین حملات سایبری ویروس استاکسنت بود که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد و به اسرائیل نسبت داده میشه. این ویروس نشون داد که چطور فناوری میتونه به یک سلاح قدرتمند تبدیل بشه. ایران هم به نوبه خودش حملات سایبری علیه زیرساخت‌های اسرائیل انجام داده. این حملات سایبری تنها بخشی از جنگ اطلاعاتی بین این دو کشوره. هر دو تلاش میکنن تا با جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از تاکتیک‌های اطلاعاتی برتری خودشون رو حفظ کنن. تأثیر این دشمنی فقط محدود به دو کشور نیست و تأثیرات گسترده‌تری بر منطقه و حتی جهان داره. یکی از این تأثیرات ایجاد رقابت‌های جدید و شکلگیری ائتلاف‌های منطقه‌ایه. اسرائیل تلاش میکنه تا با کشورهای عربی علیه ایران متحد بشه. از سوی دیگه ایران هم سعی داره تا با قدرت‌های جهانی مثل روسیه و چین روابطش رو تقویت کنه. این تقابل‌ها باعث شده که خاورمیانه به یکی از ناپایدارترین مناطق جهان تبدیل بشه. با هر گونه افزایش تنش، احتمال وقوع یک درگیری بزرگتر هم بیشتر میشه و این موضوع نگرانی‌های جهانی رو افزایش داده. حالا سوال اینه که آینده این دشمنی چیه؟ آیا امکان داره که ایران و اسرائیل روزی به توافق صلح برسن؟ واقعیت اینه که آینده روابط بین این دو کشور به عوامل زیادی بستگی داره. از جمله تحولات داخلی در هر دو کشور و همچنین تحولات بین المللی. کارشناسان معتقدند که تا زمانی که مسائل کلیدی مثل برنامه هسته‌ای ایران و سیاست‌های منطقه‌ای حل نشده، این تنش‌ها ادامه پیدا می‌کنه. اما امیدواره که با گذشت زمان و تغییر نسل‌ها شاید فرصتی برای حل مسالمت‌آمیز این درگیری‌ها به وجود بیاد. در نهایت ما تنها شاهدان این نبرد پیچیده هستیم. چیزی که مهمه اینه که با آگاهی و دانش بتونیم نقش مثبتی در این دنیا ایفا کنیم. اگه دوست دارید بیشتر درباره مسائل جهانی بدونید و به تحلیل‌های دقیق‌تر دست پیدا کنید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کرده و زنگوله رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوها باخبر بشید.